محمد سفر 24 سال دارد و در دانشگاه اسلاویانی از فن اقتصاد درس میگوید. او را شاگردان چون استاد سختگیر میشناسند. مهم این که معلم میتواند در همه حالت دانشجو را درک کند. در کار خود جدی است و اتیکای کسبی را رعایت میکند. نه همه شاگردان و همکسبانش از زندگی معلم سختگیر باخبرند. لحظه های فارغ از کار دانشگاه زندگی او تغییر می‌یابد. با لباس غیر عادی و با لحن جوانان رپ می‌سراید. او را با تخلص پروفسور ام میشناسند. با بهای خوب و اعلی می‌خواندم دانشگاه. بعد جرم همچون بطنک مرا میگفتم پستانی که بطنکی را هیچ نگوین، بطنکی را هیچ نگوین. بعد ایستاده فکر کردم که هر یک بطنی که ممکن خچه حرمت میکردگی کلان شود باید پروفسور شود که بعد به همین سبب خودمون پروفسور موندیم. خوش روشیدی در اینستاگرام زده نمون صورت نمون در اینستاگرام که صاحب اینستاگرام سود نکنن به افکتم ما دوست میدارم ترا اگر رو بگم سگ همسایه‌مون رو. او در رپ کمبودی ها را با حجم بیان میسازد. آموزگاری و رپ سرایی دو پیشه ظاهرا از هم دور را به هم آورده است. دانشجو را بگویی که این کرونا که خطا برای کتاب بخون هر روز اگر با هم گفتم میگیری نمیخونه در نظرش که چی مرا نصیحت میکنه کی مرا نصیحت کیسه و بعد من یک مثال می آوردم با ما در رپ میفهموندم که کتاب مالی نخون و کم بدتر آیندهش نشون میدادم. دا بگم در رپ که بچه حالت ها میرسه آدمی که هم خیر میکنه. قدم نصیحت با نگن ملوی پروستا کیف نکی نستم آدمی دودی ای جشتا مزنم تولاکا قطعی توتی یا بکشه مشتاق. برای بیشتر این آموزگار در لحظه های رو می‌آورد که خسته است. با وسیله رپ دلش را خالی می‌کند. از اون که من مثال یگان کس جنگ می‌کنم، یگان کس یگان گپی بد میگم، سخت میگم، آواز ما بلند می‌کنم. خوبش میام مثال مصلحت می‌کنم در استودیو یک بگیم 2 ماه پس 3 ماه پس می‌دونم کابینکا در محکم می‌کنم و همون از میکروفون میشینیم جنگ کردن میکروفون تربیت می‌تیم و میکروفون به ما یگان جواب دادن نمی‌تونه. یک صدا ایدارونگو شما میکنن پچق شیناسا کار دارن در اینترنت میکنن چق دست سعی سید ما یکلا دارم کانتاکت 15% نزدیک اون دیگرش پستا پونتان. برنامه هایش رو در یوتیوب بعضی از شاگردان و همکاران دیدند و میپسندند. این کار شخصی هر یک نفر است. در جای کار او یک استاد سختگیر است. بیرون از کار به هر شغلی که به انسان پسند است میتواند رو آورد. حقی وی است. всем чем хочет в рамках закона, конечно. محمد سفر ختم کرده دانشگاهی ملی است. تو با دیپلم سرخ به یک آزمون دانشگاه اسلاویانی حجت سپرد. والدان را این تصمیم پسر خوشحال کرد. خونه خود موندم بگم در پدرم زید به رپ خونه اومدم میگفت که خی یک شغل کودکی بوده که کلان شدی. بار اول اونجا نزد پرزیدنت برام کردم و یک بگیم خونه اومدم پدرم گفت که خی молодец. уже не حالت شد که مالت موتر میگفتن رپ نخون چی نخون نه که بعدی که ترا با رپ با اون سوال با اون روش فهمیش دیگه علمی نه ترا رپ نزد پرزیدنت دعوت کردن این уже خودش یک да البته یا اعتراف شد. بخوام خوش گیرم علما سلفی کدا پارتون در اینستاگرام تو که همه مرا فهمه کی نکنن فکری وقت عقیب گردوندن تروننده تقدیرت کی بدنت گفت گیره نیروی جوانی و قوه عقل پیرا. موسیقی‌شناسان میگویند حالا میانی رپ سرایان افرادی هم زیادند که مثل محمد سفر کار و پیشه‌های دیگر دارند چون که این هنرشان در تاجیکستان درآمد ندارد. در رپ انا هستند معلمانم در مکتب بین‌المللی میخواند یک رپ سرای ما میخواند میگم کار میکند یعنی معلم زبان روسی است در налоговый комитет است یک بچه لوچیک است یک بچه ورتالوچیک است در وقتای بگیم که خولگیش یا در وقتایی که همین انا بیکار بودن رپ مینویسد رپ میخواند برای همین با فکرم این یک چیزی چی نیست که این یک صنعت از رپوی اونو естественно فرق میکنه برای اینکه اونو صاحب زن و فرزند هستند یعنی کور میگم که این خیلی این استیل یعنی این استیل میگن اساسنامه هیپ هاپ. هدف نهایی این رپ سرای شناخته و آموزگاری سختگیر این است که رساله علمی خود را حمایت کند و صاحب عنوان علمی گردد در صحنه بماند و رپ‌هایش بیشتر از این محبوب گردند. میخونم رپی طرز اوزی یا چیزای
باشد و